سیپان شیروانی اوان دام کمیته آبوریه لپارلمان عراق نهال استودیو دیلمه که سیپان هم بخیبه زور سپاس امی جوید از بیبی که نف دستاوجه بومن یا بالکش بنا بومن دبه پرانیا رایگشتی جا بالکش بده اما مارکو روبیو دبیجه هم پشتوانی کردستان که بهز و خورا گرد که اوی دستاوجه تو چالک دیگلو معناوی بله بناو خود مزنود لووان سلاورش بو هوا بو بینرت عزیز اف دستواجه او دستواجه یا وقتی کو همه هیزت نفخوی و درکی و عراقی فشارت خو زخت لخوت کردن بود دیجاتی کردن شخص جناب سرک وزیران مسرور بارزانی و کابینا نه دلسوز و لانگیرت کردستان و شخص کاک مسرور دستواجه سرکرده خوراگیر سرک وزیران خوراگیر و بهز و جناب وام کار اینا دیار اف پیامه لوزارت خارجیه امریکا و بوان کسای او دوینه زور به بیویجدانانه و نایاسایی و ناشرعی هیرشی سر کابینا نوعه سر حکومت هرم کردستان سر قوارات دستوری هرم کردستان و مافد دستوری گله کرد کرد که پیامک بو بوان هشیار بن هرم کردستان خطا سور الدف امریکا و هیچ هیزک نکارید دست خوب و ببد و هرم کردستان لدوای و سردان جناب سرک وزیران با ولایت یکگرتیت امریکا در کفت که هرم کردستان او پاری کچکنیه که هر قلق بشید بخود ایلا هر کسک سنوری خواه هنده بزانن مرحله که نو دست به بو جیانا هرم کردستان بگشتی لروانگه پیوندید گر امریکا و پیوندید سیاسی و استراتژی و سربازی و آبوری و افدم سرک وزیران جدی به جدی پیوندین مد گل واشنطن ده چارچوبه بیاوه سربازیدانی نه بلکه بیاوه گشه پیدانا جرخانه و زی آبوری گلک بیاوندین جیل خود دیگره که واتا ترجمه کردن آوان رکفتنا تایبت دی بیاوه و زیده لسر واقعی با هرم کردستان دنها دور موضوعه بو جرخانه گلو دی چه به اورو مصطلح که دنیای ده های کبناو مصطلح جیو اکونومیکس یان جغرافیای آبوری و یان کتلبندی و تکتلات اقتصادی دنیای ده کل بین ولاتات تکرنه که کاریگریه که زوره های لسر جغرافیای سیاسیش لسر قرارات سیاسی و سربازی لهم دنیای ده اورو هرم کردستانه گلور کفتن جواز و بهز کدگه امریکایی کردن به خاله خول چوارچوه جغرافیا اقتصادی دا گه امریکا برنه مرحله که بهستر و قواتر هرم کردستان هاو پیمانه که اساسی و ثابت و بهز امریکا لروانگی ایدئولوژیا حکمرانی اقتصاد و تجارت دنیای و داخلی و حرمایتی اجوا لبروی چند اوا بو امریکا گرینگه بلاف کردن و فکره که اقتصادی و بازار آزاد و سرمایه‌داری لتوا و دنیای دا بلاف کردن و دموکراتیه بلاف کردن و فدرالیه همه او مرحله و ایدئولوژیات که امریکا 100 سال شر بود که الحرم کردستان اجدایته لما فی مروف بگیره حتی دیگه آزادی و بازرگانی و اقتصادی لبروی چند او رکفتنیت کو کرده هرم کردستان بهستر بو لها پیمانتی که بله اوجی پرسه که گرینگه و که تا گویی بارا پتر ابگاردن جیوپولیتیک سر اساس بابتو پرسه نوزینه که آتا تایبتیجی ادارانی امریکا کار سرویه که دیگه لبغداد روجایی که اف گریب ساعت که واجه کردن وزارت نفت عراق بیاننامه که تون درکه لیدو بیاننامه هنگ برو واجی بو که آتا حالویست بغداد دوروی که اون چاد بینیگه حلوست بغداد هیویدارین هر لآست بیاننامه دابیتن هیویدارین غلطیه که نکد در حق او رکفتنید که جناب سرک وزیران الامریکا انجام داد چونکه اولا دستورینه یاسایینه ماده 112 دستور زورب آشکرای رون کرده که صلاحیت حرم کردستان و توای محافظات و اقالیم ده چی بیت مثلا نفت و گاز ده اگر به تو عراق دست با ماده 112 ببتن که لروانگا در هینان و هنارده کردن نفت و گازش داد صلاحیت به هرم کردستان دای تشتکی دیگه شد ماده 112 برگاه که ده که باز لدابش کردن عادلات دهات نفته عراق با همه حالاتیات کرد که اوش چند سال عراق نکرده جاره کدیب سرواندش کتوه بابت که دی او عراق پیوستی اب گاز سروشتی هی همه ولات دنیا حوالت دن که تکمیلات ذاتی خوب بکن او مواردت که روزانه پیوستن نک تنها موارد سروشتی حتی بازرگانی و صناعی و زراعی اجوه عراق حتی تازه بو برهمینان کاربای سقط خواه 6-7 ساعتی روزانه دا پشت موارد گاز سروشتی ایران بسته اداره ترامپ سنوره که بودانه و هیچ نیوه کردنه و کرین گازل ایران نمایه
حکومت عراق وزارت کهربا و پارلمان عراقش اعتراف کرده که تندترین هاویند میجویا پشتی 2003 دا چاوره عراقت که چونکی نشد گازا سروشتیل ایران بکره و گاز برم بینی لبر وی چنده ما توقع کر حکومت عراق یک جار با عقلانه فکر کته و بیت خود اول هرما کردستان بکه که گازا سروشتی آوه کنه بدیلک با گازا ایرانه و لداخلی دا خود گازا عراق بکار بینه و با کهربا عراق و هرما کردستانه بله اقلیت که فاشل ظالم دیجه کرد یه سر هنده کسادا حاضرن ملت خوب به کهربا بکن بس بلا گاز لهرما کردستان وکی کو نفتاری ما کردستان جنایت کشاندن به میلیارد دلار زرا کردی مانگانه میلیارد دلار زره روانه کسیپان تو زانی جی کوما کبابه تو پرزگریکن جدیین هولیر بغداد تو باش هایداری گلی جارا ما سروینی قاش کریه كواتا بالبشتي كرنا ولاتي كزلهزي وكو امريكا كو حتى فيغا في باندوريال سر عراقي اصلا كلي لا قاص عراقي لامريكا كواتا افبوا وكونو نرين كردان تاشان دسكفتي كي بشتفانه كي كونكريتيه كل بغداد جديتر هن اسرائيل سر ما فين دستوريين خلق كردستان زاني ام 100 ساله امريكا يكل جمسرت قوات سياسي واقتصادي وسربازي العالمه بشتي روخانا يكتي سوفيت لنواتكان امریکا تاک جمسره خصوصا پیشکفتنا تکنولوژیای لسالت رابردود و جیل پنجه و تکنولوژیای نیو کوهاتی و زیرکی دست کرد و مراحل نیو تکنولوژیای جارکی دیش پیگه امریکای لدنیای دا بهستر کرد امریکا او ولات که قصه کرد الى قصه وی هر گاوا امریکا آخفت الى همه ولات بدنگ بن هیچ ولات که جرعتا هند نبوه دجاتی و رکابری امریکا بکرد او مسائل بزنسی یان هندگ مسائل بچوکیت هی زور جار کرودن برانبر به امریکا او حتی وحده که امریکا اشتا قصه خود جدی نکردیه دنا هر دوست و دشمن وید زانن گاوا که امریکا قصه خود کرد هیچ کسی که جرعتا هنده نما چونکه امریکا خواهان گورترین اقتصاد دنیای خواهان نظام اقتصادی و بانکی دنیای خواهان سویفت هر گاوا امریکایی ویا کی ولات ویا صفر کرد صفر کرد کی یک گماری یک قراره خزینه امریکا او خزینه کو دوینه پسند پروژه هجماری من کردو به یک پروژه پروفشنال داناسان نیل بروی چنده امریکا او هزا کو پشتامه بیتن و پیشتریش بوه بله وگا و قواتر نه عراق و نه میلیشیا و نه گروپ چکداری و نه شوینی و نه نحز داخلی و خارجی کردستان حد کسی نیه جاره کدی پنجه خوب هرما کردستان بنابه گلیک سپاس که سپان شیروانی اندامه پارلمان عراق سپاس باش